دوستای عزیز صد چیزی کم 2 بجه شوه و اینا موترهایی که 2 بجه روز ما در کوتل انقلاب بودیم ولسوالی دایمیرداد فعلا دشت یوردیم. اینا حدودای چیزی کم 10 ساعته که ما در این مسیر هسته. والا کسی با کمک ما نامد جز می مسافرایی که در موتر بود خودشان اقدام کرده و فعلا هم ساعت 2 بجه شب است تقریبا. تازه در سرک پخته رسیدیم. یعنی گروپ های دیده میشه هتل قماندان گل و یعنی شتانگ تیل در این ساحه دیگه تانوز در سرک پخته مون نرسیده و کارم جریان داره دیگه. حجم برف زیاده چون موترها کلا گیر کرده در برف و یعنی مسافرین است که تا از این ساحه را کار کرده و آمادنی موتر اینجا رسیده. موترهای دیگه اون تعقیبش هست. ساعتم 2 شب است دیگه. حجم برف بسیار زیاده. انجینر ستوری شکر است مامای والا. یک ذره پس برو. اینجا تنگ نیه؟ آره یک ذره والا ساحه تنگه اینجا. اینجا بیله بیار بیله. بس امو بیله تو بیار سلمان. بیله بگیر احمد بیله دمروش کن. بیا 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 بیا. بیا می بیا بیا. بیا بیا بیا. این میره صاف کو رحمت این میره. این می ساحه را صاف کو. و هوا طوفانی بود. خوب شد الحمدلله کمی هوا خوب شد و چند دقیقه پیش هوا طوفانی بود اصلا کار نمیشد و این حال خوب شده. یک ذره هوا خوبتر شده. نزدیک کرده بخیر به سرک پخته شده. یعنی اینجا یک تیمی دیگه در اینجا کار مونه کم کم بخیر نزدیک کرده خود در ساحه دیگه. موقعیت دشت یورد است و امروز دوشنبه 22 جدی 1403. دوره پاشو گرو دو واشد بخیر پاشین اوه من برو رحمت برو رحمت برم پیش تایر کم بگیر مالک اسد یک خرابی منه بیرار. چطور وضعیت مالک اسد؟ وضعیت دیده که استراریه دیگه انجینر انتراله بیرار. والا خیلی زحمت زیاد را کشیده دوستو هنوزم در سرک پخته نرسید. برای این کال فرامرگ نشین میشه. آره خدا رحم کنه. انتراله انجینر. والا خیلی برفه. یک خوبی کمی طوفان خلاص شد. آره طوفان خلاص. باز هوا خوبه. آره توکل با خدا. دوستا منطقه دشت یورد است. ساعتم 2 بجه شب و دوستا هنوزم تلاش کرده رایی تا نجات پیدا کنه. این از چاش شروع کرده. ساعتم 2 بجه شب دیگه تانوز در سرک پختم نرسیده. انشالله در موترها البته دوستان ها گفتن همونه که سیاسر و بشکیچه هم از این 3 موتری که هست 2 موترش مکمل سیاسر و بشکیچه هست. بیا بخیر برو مالک اسد. من بس یا کمی بازم پاک کنم. پاس برو پاس. خدا خیر بده دوستان که اون موترهای دیگه کلا در پشت سر و هوام بسیار سرده. هوا خیلی سرده. همین دوستان در نوبت کارن. بعضی موترها که بخاری های فعال هم دوستان نوبتی خود در بخاری موتر گرم مونه پس کار باز در نوبت
پیش مبره دیگه ما در جریان نشتیم. امی بخش هایی که مربوط به پاکاری سرک است و اینا با ما همکاری نکردن و بازم یک خوبی همی بود که نفوس دمی موترها زیاد بود. اگر یک موتر بود قطعا مومن زیاده نه بر زیاده اینجا پایم ماندم والا کلگی خسته شده. یک کمی دوستای عزیز گوشنگی هم است دمی موترها. دوستا قد خود آذوقه کافی را نداشته. خیلی دوستا از پای مانده به دلیل امی که هم تشنه شده هم بسیار گوشنه شده و همچنان خستگی که برف پاک کرده بسیار تاثیرگذار بوده. بازم نزدیک کرده بخیر نمی جای گروپ های روشن که میگن گروپ های هتل قماندان گل بخیر رسیده و یک کمیته دیگه کارش تا اینجا رسیده. چطوره عادی؟ جور باشی برادر، جور باش. خسته شدی؟ وضعیت خرابه. والا سخت است سخت. یکی همین فشار گوشنگی و تشنگی زیاده. والا سلام شما. بیا بخیر بیا. یالا یالا. بسیار در وضعیت بد موتورها بسیار کم حرکت آهسته دارن. یکم پاک کن. زیاد برتون نی؟ اینجا در سرک نی اسد؟ نه در سرک برابره. و یه احتمال هم هست که موتورها از سرکی که خامه بوده چون دیده نمیشه حجم برف زیاده هم خط سیر سرک اصلا دیده نمیشه. یک احتمال دیگه داره که این موتورها از خط سیر بورم شده باشد. و این بود از گزارش فعلی تا این دم. بازم انشالله در ادامه با شما خواهد بودیم. به خاطر حمایت از ما چینل یوتیوب دایمرداد جورنال را لایک و سابسکرایب بکنین. تشکر از همراهی همه شما دوستان.